قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر. بیگمان خداوند گفته زنی را که در مورد شوهر خود با تو بحث می کرد و به خداوند شکوه می نمود شنید و خداوند گفتگوی هر دوی شما را می شنید. بیگمان خداوند شنوا و بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آنانی از شما که با زنان خیش زهار می کنند، یعنی زن خود را مادر خیش می خوانند، در واقع ایشان مادرانشان نیستند. مادران ایشان نیستند مگر زنانی که ایشان را زاییدند و بیگمان ایشان سخن ناشایسته و دروغ می گویند و حقا که خداوند بخشایشگر و آمرزگار است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. کسانی که زنانشان را زهار می کنند و سپس از آنچه گفته‌اند برمیگردند، مکلفند پیش از آن که با هم بستر شوند برده را آزاد سازند. با این حکم کفاره به شما اندرز داده می شود و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. پس کسی که برده را نیافت قبل از تماس زن و شوهر با یکدیگر لازم است 2 ماه مسلسل روزه بگیرد. کسی که روزه مسلسل هم نتواند بر وی لازم است تا 60 مسکین را طعام بدهد. این حکم برای آن است تا به خداوند و پیامبر او ایمان آورید و این حدود خداست و برای منکران عذاب دردناک است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. بیگمان آنانی که با خدا و پیامبر او دشمنی می کنند ذلیل کرده می شوند طوری که پیشینیانشان ذلیل کرده شده بودند. حقا که ما آیات روشن را نازل کردیم و برای کافران عذاب ذلتبار است. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. روزی که خداوند همه ایشان را برمی‌انگیزد پس ایشان را از اعمالی که انجام داده بودند آگاه می سازد. خداوند شمار آن را گرفته است و ایشان آن را فراموش کرده اند و خدا بر همه چیز گواه است. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا ندیدی که خداوند آنچه را در آسمان ها و در زمین است می‌داند؟ هیچ رازی میان 3 نفر نیست مگر اینکه او 4م ایشان است و نه در میان 5 کس مگر اینکه او 6م ایشان است و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه او همراهشان است در هر جایی که باشند. سپس در روز قیامت ایشان را به آنچه کرده اند آگاه می سازد. حقا که خداوند به هر چیز داناست. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا ندیدی کسانی را که از سرگوشی با هم منع شده بودند سپس به کاری که از آن منع شده بودند باز متوسل می شوند و با یکدیگر به گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی می کنند و چون نزد تو می آیند تو را تهنیت می گویند که خدا تو را با آن تهنیت نگفته است و با خود می گویند چرا خداوند ما را به آنچه می گوییم عذاب نمی کند. برای ایشان دوزخ بسنده است که به آن داخل می شوند. پس چی بد جایگاهی است دوزخ. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای مؤمنان چون با هم سرگوشی می کنید با گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی نکنید بلکه به نیکی و پرهیزگاری با هم سرگوشی کنید و از خداوندی که به حضور او حشر می شوید بترسید. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حقا که سرگوشی از شیطان است تا مسلمانان را اندوهگین سازد حالان که به ایشان هیچ ضرری عاید کردن نمیتواند مگر به اجازه خدا. پس باید مؤمنان تنها بر خداوند توکل نمایند. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ای مسلمانان چون به شما گفته شود که در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش دهد و چون گفته می شود برخیزید پس برخیزید. خداوند درجات کسانی از شما را که ایمان آوردند و آنانی را که علم داده شده اند بالا می برد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. ای مؤمنان وقتی که می خواهید با پیامبر به مشوره بپردازید
پیش از مشوره خیش خیراتی بدهید. این کار به شما بهتر و پاکیزه تر است. اما اگر توان خیرات را نداشتید، پس خداوند آمرزنده و مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا از فقر ترسیدید که پیش از مشوره خیش با پیامبر صدقه بپردازید؟ اما حالا که این کار را نکردید و خداوند از فروگذاشت شما درگذشت، پس نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید. خداوند و پیامبر او را فرمان ببرید و خداوند به آنچه میکنید با خبر است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ندیدی کسانی را که با قومی دوستی کردند که خداوند بر ایشان خشم کرده است؟ ایشان نه از تو و نه از آنهایند و به دروغ سوگند میخورند در حالی که خودشان میدانند. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. خداوند برای ایشان عذاب شدید آماده ساخته است، زیرا آنچه ایشان انجام میدهند واقعا برایشان بد است. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سوگندهایشان را سپری بر روی اعمال بدشان قرار دادند و بدین گونه مردم را از راه خدا باز داشتند و بنابراین برای ایشان مجازاتی است رسوا کننده. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هرگز مالها و فرزندانشان هیچ عذاب خدا را از ایشان دفع نمی کند. ایشان اهل آتشند، در آنجا همیشه به سر می برند. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که خدا همه ایشان را برمی انگیزد، آنگاه با او سوگند می خورند چنان که حالا با شما سوگند می خورند و چنین میپندارند که بر چیزی هستند، یعنی کاری خوبی انجام داده اند، ولی بدانید که آنها واقعا دروغگویند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر ایشان غلبه کرده است و ذکر خداوند را فراموششان گردانیده است. ایشان حزب شیطانند. بدانید که حزب شیطان همانها اند زیانکار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. واقعا آنانی که با خداوند و پیامبر او ستیزه می کنند هم ایشانند در جمله ذلیل‌ترین آفریده ها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خداوند مقرر داشته است که به یقین من و پیامبرانم پیروز می شویم. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منی است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. چنین مردمی را نمیابی که از یک سو به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و از سوی دیگر با کسانی که به خداوند و پیامبرش سر ستیز دارند دوستی کنند، اگرچه این ستیزکاران پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. اینهایند که خداوند در دلهایشان ایمان را جایگزین ساخته و ایشان را با روح از نزد خودش تقویت بخشیده است و آنها را به باغ‌های داخل می کند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه به سر می برند. خداوند از ایشان خوشنود شده و آنها نیز از خدا خوشنودند. ایشان حزب خدا اند. بدانید که مسلماً حزب خدا هم ایشانند رستگار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خدای را همه چیزهایی که در آسمانها اند و در زمین به پاکی یاد می کنند. اوست صاحب قدرت منعی و صاحب حکمت. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اوست که کافران اهل کتاب را برای نخستین حشر یعنی اجتماع از خانه هایشان بیرون آورد. گمان نمی کردید که برایند و ایشان نیز گمان برده بودند که حصارهایشان آنها را از عذاب خداوند نگه می دارد. اما عذاب خداوند از جایی که توقع نمی بردند و ایشان آمد و در دلهایشان دهشت افکند، به حدی که خانه هایشان را با دستهای خودشان و با دستهای مسلمانان خراب می کردند. پس ای اهل بصیرت پند بگیرید. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. و اگر چنان نبود که خداوند بر ایشان جلای وطن را مقرر کرده بود، ایشان را یقینا در همین جهان مجازات می کرد و در آخرت برایشان یقینا عذاب آتش است. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شدید العقاب. این مجازات به سببی است که ایشان با خدا و پیامبر او مخالفت کردند و هر کی با خدا مخالفت کند بیگمان خداوند سخت مجازات کننده است. ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
ای مسلمانان، آنچه از درخت نازک خرما را پی کردید یا آن را ایستاده به حال خود آن گذاشتید، بر اساس اجازه خداوند بود و برای این بود تا فاسقان را رسوا کند. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. چیزی را که خداوند از ایشان یعنی بنی نذیر برای پیامبر خود به غنیمت باز داد، برای دستیابی به آن نه اسبی را تاختید و نه اشتری را، مگر خداوند پیامبران خود را بر هر کی بخواهد مسلط می‌گرداند و خداوند بر همه چیز تواناست. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آنچه را خداوند از اهالی قریه ها به پیامبر خود به غنیمت باز داد از آن خدا و پیامبر خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران است، تا این سرمایه در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود. آنچه را پیامبر برای شما میدهد بگیرید و از آنچه شما را منع میکند منصرف شوید و از خدا بترسید، بیگمان خداوند سخت مجازات کننده است. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. این اموال برای فقیران مهاجرین است که از خانه‌ها و داراییشان بیرون کرده شدند، در حالی که فضل و رضای خدا را می‌طلبند و خدا و پیامبر او را یاری می‌دهند، هم ایشانند راستگو. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. و نیز برای انصار، آنانی که پیش از این مهاجران این سرزمین یعنی دارالهجرت و ایمان را برگزیدند، یعنی پیش از مهاجران در مدینه جایگزین شده و به پیام پیامبر ایمان آوردند و هر کی را به سویشان هجرت کند دوست می‌دارند و به چیزی که به ایشان یعنی به مهاجران داده شده دلتنگی احساس نمی‌کنند و با وجود نیازمندی که دارند آنها را بر خود ترجیح می‌دهند. و کسانی که از حرص نفس خیش نجات یافته باشند هم ایشانند رستگار. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
و برای کسانی نیز که بعد از ایشان آمدن میگویند پروردگارا ما را و برادران ما آنهایی را که در ایمان بر ما پیشدستی کردند بیامرز و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند کینه را راه مده. پروردگارا واقعا تو رؤوف و مهربان هستی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیا منافقان را ندیدی که به برادران خیش از کافران اهل کتاب میگویند قسم است هرگاه بیرون رانده شوید ما نیز با شما بیرون میشویم و در معامله با شما هیچ کسی را هرگز فرمان نخواهیم برد و اگر با شما جنگی صورت گیرد حتما شما را کمک خواهیم کرد و خداوند گواهی میدهد که ایشان واقعا دروغگویند. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. با یقین اگر بیرون کرده شوند با ایشان بیرون نمی روند. اگر با ایشان جنگ شود هرگز کمکشان نمی کنند و اگر ایشان را کمک هم بکنند حتما پشت به کارزار کرده و باز هرگز دادرس نمی شوند. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بیگمان ترس شما در دلهای ایشان قوی‌تر از ترس خداست. این سبب است که ایشان قوم نافهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هرگز با شما یک جایی جنگ کرده نمی توانند جز از داخل آبادی های مستحکم یا از پشت دیوارها. جنگشان در میان خودشان شدید است. ظاهرا ایشان را یک پارچه و همدست می پنداری اما دلهایشان پراگنده است و این به خاطر است که ایشان مردم بیخردند. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مانند کسانی که کمی پیش از ایشان بودند عاقبت بد کار خود را چشیدند و برای ایشان در آخرت عذاب دردناکی است. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. درست مانند شیطان هنگامی که با انسان گفت کافر شو، چون کافر شد گفت بیگمان من از تو بیزارم، من از خدای پروردگار جهانیان میترسم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پس انجام کار آنها چنین شد که هر دو برای همیشه در آتش دوزخ به سر برند و این است جزای ستمگاران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان، از خدا بترسید و باید هر کسی بنگرد که برای فردا چی فرستاده است. از خدا بترسید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز ایشان را به خود فراموشی گرفتار کرد، هم ایشانند بدکاره. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اهل دوزخ و اهل بهشت هرگز با هم مساوی نیستند. اهل بهشت هم ایشانند رستگار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، بیگمان آن را از ترس خدا در تضرع و پاره پاره شده می دیدی و این مثال ها را برای مردم می زنیم تا باشد که بیندیشند. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم. اوست خداوندی که جز او معبودی نیست، دانای نهان و آشکار، و اوست بخشاینده و مهربان. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اوست خداوندی که جز او معبودی نیست، پادشاه نهایت پاک، سالم از هر عیب، امان دهنده، نگهبان، صاحب قدرت منیع، صاحب عزت و با شکوه، در نهایت بزرگواری، منزه است از آنچه با او شریک می آورند. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. او خدایی است آفریننده، پدید آورنده، نگارنده اشکال و رنگها، صاحب نیکوترین نامها و صفات. آنچه در آسمانها و در زمین است او را به پاکی یاد می کنند و هم او صاحب قدرت منیع و با حکمت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و به دست آوردن خوشنودی من بیرون شدید، پس دشمنان من و دشمنان خود را دوست و حامی نگیرید به اینکه با ایشان پیام دوستی بفرستید، در حالی که ایشان از آنچه از دین حق به شما آمده است منکرند و پیامبر و شما را به سبب آنکه با خداوند پروردگار خیش ایمان آوردید از خانه و کاشانه شما بیرون کردند. در خفا به ایشان پیام دوستی میفرستید، در حالی که من به آنچه پنهان می‌دارید و به آنچه آشکار می‌کنید داناترم و هر کی از شما این کار را بکند واقعا راه راست را گم کرده است. این یثقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. اگر به شما تسلط بیابند با شما دشمن خواهند بود و دستها و زبانهایشان را به شما به بدی دراز می کنند و آرزو دارند تا شما نیز کافر شوید. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. خویشاوندان و اولاد شما هیچ یک برای شما در روز قیامت سودی رساندن نمی توانند. خدا در میان شما فیصله می کند و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بیگمان در روش ابراهیم و همراهان او برای شما نمونه نیکویی است. آنگاه که به قوم خود گفتند براستی ما شما و از هر آنچه به غیر از خداوند می پرستید بیزاریم. ما منکر شما شدیم و میان ما و شما خصومت و کینه همیشگی ایجاد شده است تا آنکه با خدای یکتا ایمان بیاورید. جز این گفته ابراهیم با پدرش که من حتما برای تو طلب آمرزش خواهم کرد و برای رساندن نفع به تو از جانب خدا هیچ اختیاری ندارم. پروردگارا ما بر تو توکل کردیم و به تو رو آوردیم و به سوی توست بازگشت. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا ما را وسیله آزمایش کافران مگردان. پروردگارا ما را ببخشای، حقا که تو صاحب قدرت منعی و با حکمت هستی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید. بیگمان در ایشان یعنی در روش ابراهیم و همراهان او برای کسانی از شما که به خداوند و روز آخرت امیدوارند پیروی نیکویی است و هر کی روی برتابد حقا که خداوند هم اوست بی نیاز و ستوده. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير
والله غفور رحیم. امید است خداوند میان شما و میان کسانی که با ایشان دشمنی می‌ورزید دوستی ایجاد کند. آری خداوند تواناست و خداوند آمرزگار و مهربان است. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خداوند شما را از کسانی که با شما در امر دین مقاتله نکردند و شما را از سرزمین شما بیرون نکردند باز نداشته است از اینکه به ایشان نیکی کنید و در مورد داد و دهش به ایشان از عدالت کار بگیرید. خداوند واقعاً عدالت پیشگان را دوست می‌دارد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولی خداوند شما را از دوست برگزیدن کسانی جدا منع می کند که در مورد دین با شما جنگ کردند و شما را از خانه های شما بیرون راندند و همدیگر را در اخراج شما یاری نمودند و کسانی که با آنها دوستی کنند هم ایشانند ستمگاران. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنان، چون زنانی با ایمان نزد شما به حیث مهاجر بیایند ایشان را بیازمایید. خداوند به ایمانشان داناتر است. هرگاه آنها را مؤمن یافتید پس ایشان را به سوی کافران باز نگردانید. نه ایشان برای کافران حلالند و نه کافران برای ایشان حلالند و برای شوهرانشان آنچه را خرج کرده اند بپردازید. بر شما گناهی نیست که با ایشان ازدواج کنید به شرطی که مهرشان را بپردازید و هرگز همسران کافر را به همسری خود نگه ندارید و آنچه را که خرج کرده اید طلب کنید و کافران نیز می توانند آنچه را خرج کرده اند طلب کنند. این حکم خداوند است در میان شما حکم می کند و خداوند دانا و با حکمت است. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. و اگر از نزد شما کسی از زنان شما به سوی کافران برود و نوبت شما برسد، یعنی در آخر کار پیروزی به شما تعلق گیرد، پس برای آنانی که زنانشان فرار کرده اند معادل آنچه به حیث مهر خرج کرده اند بدهید و از خدایی که به او ایمان دارید بترسید. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا
يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو بیایند و با تو بیعت کنند بر این که چیزی را با خدا شریک نیاورند و دزدی نکنند و زنا نکنند و اولاد خود را نکشند و بهتانی را بین دستها و پاهای خود افتراء نکنند، یعنی کودکی را که از راه غیر مشروع و فرزندی گرفته اند به شوهر خود منسوب نکنند، تو را در هیچ امر پسندیده نافرمانی نکنند، پس با آنها بیعت کن و از خداوند برایشان آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. ای مؤمنان، با مردمی که خداوند ایشان را مورد غضب قرار داده است دوستی نکنید، بیگمان ایشان از آخرت ناامید شدند، همان طوری که کافران از اهل قبور ناامید شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. خدای را همه چیزهایی که در آسمانها اند و در زمین به پاکی یاد می کنند و اوست صاحب قدرت منعی و صاحب حکمت. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مؤمنان، چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نزد خداوند خشم آورتر است که چیزی را که انجام نمیدهید بگویید. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بیگمان خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او صفکشان مقاتله می کنند که گویی همچون بنای اند یک پارچه و هم بسته. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. و به یاد آور وقتی را که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا اذیت می کنید در حالی که خوب می دانید که من به سوی شما فرستاده خدا هستم؟ پس چون از حق منحرف شدند خداوند دلهایشان را منحرف ساخت و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. و به یاد آور وقتی را که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، بیگمان من فرستاده خدا به سوی شما هستم، حقانیت آنچه را پیش از من از تورات نازل شده تصدیق می کنم و مژدگانی پیامبری را می دهم که بعد از من می آید و نامش احمد است.
ولی چون به ایشان معجزه ها را آورد گفتند این جادویی است آشکارا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. و چی کسی ظالم تر است از کسی که بر خدا دروغ بربست در حالی که او به اسلام دعوت می شود؟ آری خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند که نور خدا را با دهنهای خود خاموش کنند، اما خداوند نور خود را کامل کرده نیست گرچه کافران ناخشنود شوند. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب سازد اگرچه مشرکان ناخشنود شوند. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای مؤمنان، آیا شما را به تجارت راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک دوزخ نجات دهد؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. با خدا و پیامبر او ایمان آورید، در راه خدا به مال و جان خود جهاد کنید، این کار برای شما بهتر است اگر بدانید. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اگر چنان کنید گناهان شما را می‌آمرزد و شما را به بهشت‌های داخل می‌کند که در زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و در مسکن‌های پاکیزه در بهشت‌های جاودان و این پیروزی بزرگی است. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. و نعمت دیگری را ارزانی می کند که آن را دوست می دارید، یاری خدا و پیروزی نزدیکی را و مسلمانان را مژده بدید. یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای مؤمنان، یاوران خدا باشید، طوری که عیسی پسر مریم به یاوران خود گفت در راه خدا یاوران من کی خواهد بود؟ یاوران او گفتند ماییم یاوران راه خداوند. پس دسته از بنی اسرائیل ایمان آوردند و دسته دیگر کافر شدند. پس مؤمنان را در برابر دشمنان ایشان تقویت کردیم و در آخر کار پیروز گردیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكیم. خدای پادشاه پاکیزه صفت، صاحب قدرت منی و صاحب حکمت را آنچه در آسمانها و آنچه در زمینند با پاکی یاد می کنند. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اوست که در میان ناخوانان پیامبری را از میان خودشان برانگیخت، آیات او یعنی خدا را به ایشان میخواند و ایشان را پاکیزه میسازد و کتاب و حکمت را به ایشان میآموزد، اگرچه پیش از این واقعا در گمراهی آشکاری به سر میبردند. و آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. و نیز او را برای مردم دیگری از ایشان که هنوز به آنها ملحق نشده اند برانگیخت و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. این است فضل خدا، به هر کی بخواهد عطا می کند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال آنانی که مکلف به احکام تورات شدند و سپس آن را مورد عمل قرار ندادند، مثال خری است که کتاب‌های بزرگی را بردارد ولی به محتوای آنها پی نبرد. بد است مثال قومی که نشانه‌های خداوند را تکذیب کردند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. قل یا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای کسانی که یهودی شدید، اگر ادعا می کنید که شما دوستان خدا هستید نه مردم دیگر، پس مرگ را آرزو کنید اگر در ادعای خیش صادق هستید. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولی به خاطر اعمالی که از پیش فرستاده اند هرگز آرزوی مرگ را نمی کنند و خداوند به حال ظالمان داناتر است. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو مرگی که از آن می‌گریزید ضرور دامنگیر شماست، سپس به سوی کسی که پنهان و آشکار را می‌داند برگردانیده می‌شوید و او شما را به کنه اعمال شما آگاه می‌سازد. یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای مؤمنان، چون برای نماز در روز جمعه آذان داده شود به سوی ذکر خدا یعنی نماز بشتابید و خرید و فروش را بگذارید، این کار برای شما بهتر است اگر بدانید. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پس چون نماز ادا شد در زمین پراگنده شوید و از فضل خدا بجویید، خدا را بسیار یاد کنید تا باشد که رستگار شوید. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. هنگامی که تجارت یا سرگرمی را ببینند به سوی آن می شتابند و تو را استاده می گذارند. بگو آنچه نزد خداوند است از سرگرمی و از تجارت بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنگامی که منافقان نزد تو می آیند می گویند گواهی می دهیم که تو واقعا پیامبر خدا هستی و خدا می داند که تو واقعا پیامبر او هستی و خداوند گواهی می دهد که منافقان واقعا دروغگو هستند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سوگندهایشان را بر روی اعمال بدشان سپری قرار دادند، بدین ترتیب مردم را از راه خدا باز داشتند. چی بد است آنچه را انجام می‌دهند. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این سبب است که ایشان ایمان آوردند سپس کافر شدند، پس مهری بر دلهایشان نهاده شد، بنابراین نمیفهمند. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. هنگامی که ایشان را بنگری قیافه و ظواهر ایشان تو را به شگفت می آرد و اگر سخن می گویند به سخنان ایشان گوش فرا می دیهی. گویا ایشان چوبهای یعنی مجسمه های چوبی اند بر دیواری تکیه داده شده که یارای استادن به پای خود را ندارند. هر آواز مهیبی را بر ضد خود می پندارند. ایشان دشمنان شما اند، از این رو از آنان برحذر باش، خداوند هلاکشان کند. چطور از حق برگردانیده می شوند؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. و هنگامی که به ایشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد، سرهای خود را می جنبانند و ایشان را می بینی که تکبر کنان روی بر می گردانند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. برای ایشان مساوی است خواه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی، هرگز خداوند ایشان را نمی آمرزد. بیگمان خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن
السماوات والأرض ولكن المنافقین لا يفقهون. ایشان کسانی اند که میگویند بر آنانی که نزد پیامبر خدایند خرج نکنید تا پراگنده شوند، در حالی که خزانه های آسمان ها و زمین از آن خداست، اما منافقان نمیدانند. یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. میگویند البته اگر به مدینه بازگردیم بیگمان صاحبان عزت مردم خوار و بیچاره را از آنجا بیرون میکنند، مگر حقیقت این است که عزت از آن خدا و پیامبر او و مسلمانان است، اما منافقان نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنان، دارایی شما و اولاد شما نباید شما را از یاد خدا غافل کند و هر کسی که چنین کند پس هم ایشانند زیانکار. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. و از آنچه به شما ارزانی کردیم خرج کنید پیش از این که مرگ به سراغ یکی از شما بیاید و در این حال بگویید پروردگارا ای کاش مرا مدت کمی مهلت میدادی تا خیرات میدادم و از جمله نیکوکاران میشدم. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ولی خداوند کسی را چون اجل او فرا رسد مهلت نمی دهد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدیر. خدا را هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است همیشه و پاکی یاد می کنند. پادشاهی از آن اوست و همه ستایش از آن اوست و او بر همه چیز تواناست. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر. اوست که شما را آفریده است، پس بعضی از شما کافرند و بعضی از شما مؤمن و خداوند به آنچه می کنید بیناست. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را تصویر کرد و صورتهای شما را زیبا گردانید و به سوی اوست بازگشت. یعلم ما فی السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علیم بذات الصدور. هر آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و نیز آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید می داند و خداوند به آنچه در سینه هاست داناست. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. آیا داستان کسانی به شما نیامده است که پیش از این کافر شدند و سزای کار خود را چشیدند و برایشان عذاب است دردناک؟
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید. این به سببی است که پیامبرانشان برای ایشان نشانه‌های روشنی می آوردند، ولی می گفتند آیا انسان‌های ما را راهنمایی می کنند؟ پس کافر شدند و روی گردانیدند، حال آنکه خداوند به اطاعت و ایمانشان نیازی نداشت و خداوند بی‌نیاز و ستوده است. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو آری و قسم به پروردگار من که یقینا برانگیخته می شوید، سپس به حقیقت آنچه انجام می دادید آگاه ساخته می شوید و این کار بر خدا آسان است. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبیر. پس با خدا و پیامبر او و با آن نوری که نازل کرده ایم ایمان آورید و بدانید خدا به آنچه می کنید آگاه است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ومن یؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. یادآور شوید روزی را که شما را برای روز اجتماع گرد می آورد. آن روز غبن و زیان است و کسی که به خداوند ایمان آورد و کارهای نیکو انجام دهد خداوند از او تمام بدیهای او را می زداید و او را به باغستانهایی که در زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد داخل می سازد. در آنجا جاودانه به سر می برند. این است پیروزی بزرگ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. و آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند ایشان اهل آتش یعنی دوزخند، در آنجا همیشه به سر میبرند و دوزخ چی بد جای بازگشت است. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. هیچ مصیبتی نمی رسد جز به اجازه خدا و هر آنکه به خداوند ایمان آورد خداوند دل او را هدایت می کند و خداوند بر همه چیز داناست. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. و خداوند را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و اگر رو بگردانید پس کار پیامبر ما صرف رسانیدن پیام است به گونه آشکار. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خداوند جز او معبودی نیست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم. ای مؤمنان، بیگمان بعضی از همسران شما و برخی از اولاد شما دشمنان شما اند،
لذا از ایشان برحذر باشید. اما اگر عفو نمایید و درگذرید و گناهانشان را ببخشید، بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. انما اموالكم و اولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. بیگمان مالها و دارایی‌های شما و اولاد شما آزمایشی است، ولی این خداوند است که مزد بزرگ به نزد او می باشد. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. پس تا حدودی که بتوانید از خدا بترسید، به فرمانش گوش فرا دهید و از او فرمان برید و در راه او خرج کنید. این به خیر شماست. و آنانی که از بخل و حرص نفس خیش نگه داشته می شوند، پس همیشانند رستگار. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. اگر به خداوند قرضی بدهید، قرض حسنه، آن را برای شما دوچند می سازد و شما را می آمرزد و خداوند پاداش دهنده و صاحب حلم است. او دانای پنهان و آشکار و صاحب قدرت منعی و با حکمت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ای پیامبر، چون زنان را طلاق دهید، پس ایشان را در عده ایشان طلاق دهید و عده را دقیق حساب کنید و از خداوند پروردگار خیش بترسید. ایشان را از خانه هایشان بیرون نکنید و خودشان نیز در دوران عده بیرون نروند، مگر اینکه عمل فحشا را به صورت آشکاری مرتکب شده باشند. این حدود الهی است و هر کس که از حدود خدا تجاوز کند، بیگمان بر خود ستم کرده است. هیچ کس نمی داند شاید خداوند بعد از آن حالت نوی را فراهم کند. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. پس چون میاد خود را به سر رسانند، ایشان را به اساس مراجعت به وجه پسندیده نگه دارید یا ایشان را به وجه پسندیده جدا کنید و دو شخص عادل را از میان خود گواه بگیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید. این است حکم خدا.
کسی به آن پند داده می شود که به خدا و روز آخرت ایمان دارد و هر کی از خداوند بترسد خدا برایش راه بیرون شدن از مشکل را فراهم می سازد و او را از طریقی که گمان نکند روزی می دهد و هر کی به خدا توکل نماید وی یعنی خداوند برای او بسنده است. بیگمان خداوند به سر رساننده فرمان خود می باشد. حقا که خداوند برای هر چیز اندازه تعیین کرده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. و درباره زنانی از شما که از عادت ماهوار مایوسند اگر شک ورزیدید پس عده ایشان 3 ماه است و آنانی که عادت ماهوار ندیده اند بر ایشان نیز عین همین حکم است و زنان باردار عده ایشان تا هنگامی است که بار خود را بگذارند و هر که از خدا بترسد خداوند در کار او آسانی پدید می آورد. ذلك امر الله انزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. این حکم خداوند است که آن را بر شما نازل کرده است و هر کی از خدا بترسد گناهانش را از او می زداید و پاداش او را بزرگ می گرداند. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ایشان را در جایی که نشیمن دارید به اندازه وضع خود جایگزین سازید و به ایشان زیان نرسانید و اینکه بر ایشان سخت گیری کنید و اگر باردار باشند به ایشان نفقه بدهید تا هنگامی که بار خود را بگذارند یعنی فرزندشان تولد شود. اگر برای شما فرزند شما را شیر میدهند مزدشان را بدهید. در میان خود به شیوه پسندیده مشوره کنید و اگر سخت گیری نمودید پس زن دیگری برای شیر خواهد داد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. توانگر باید مطابق با دارایی خود نفقه بدهد و هر که روزی بر او تنگ شد پس باید از آنچه خدا به او داده نفقه کند. خداوند هیچ کس را جز به چیزی که برایش داده است مکلف نمی گرداند و به زودی خداوند بعد از هر سختی آسانی فراهم می کند. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. و ای بسا از باشندگان شهرها که از حکم پروردگارشان و پیامبر او سرپیچی کردند ایشان را شدیداً مورد بازخواست قرار دادیم و آنها را به عذاب بیمانندی عذاب کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. و به این ترتیب سزای عمل خود را چشیدند
و سرانجام کارشان زیانبار بود. اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. خداوند برای ایشان عذاب سختی را آماده کرده است. پس ای صاحبان خرد که ایمان آورده اید از خدا بترسید. بیگمان خداوند به سوی شما پندی را نازل کرده است. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. پیامبری را که برای شما آیات روشن خدا را تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به روشنایی بیرون آرد و هر که به خدا ایمان آورد و عملی نیکو انجام دهد خداوند او را به باغ‌های داخل می‌گرداند که از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه و برای همیشه به سر می‌برند. بیگمان خداوند به او روزیش را نیکو ساخته است. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خداوند ذاتی است که 7 آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن. در میان آنها همواره حکم خدا نازل می شود تا بدانید که واقعا خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه واقعا خداوند بر هر چیز از روی علم خیش احاطه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیامبر چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال گردانیده حرام میگردانی تا بدین وسیله خوشی همسرانت را بجویی و خداوند آمرزگار و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ای مردم بیگمان خداوند برای شما کفاره را وسیله خلاصی سوگند شما قرار داد و خداوند کارساز شماست و او دانا و با حکمت است. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. و چون پیامبر به بعضی از زنهای خود سخن را به راز گفت و آن زن سخن را به دیگری خبر داد و خداوند رسول خود را بر آن آگاه ساخت. رسول قسمت از آن را گفت و از گفتن قسمت دیگر خودداری کرد. چون پیامبر او را از افشای راز خبر داد آن زن گفت چی کسی تو را از این موضوع خبر داد؟ پیامبر گفت خدای عالم و آگاه مرا خبر داد. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو
ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر. اگر هر دوی شما با خدا توبه کنید این به شما خوبتر است. بیگمان دلهای شما به حق مایل شده است و اگر یکدیگر را بر ضد او پشتیبانی کنید پس بیگمان خداوند به ذات خود کارساز اوست و نیز جبرئیل و مؤمنان صالح و بعد از آن فرشتگان پشتیبانند. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اگر پیامبر همه شما را طلاق کند شاید پروردگار او زنان بهتر از شما به او عوض بدهد، همسران مسلمان، مؤمن، پرهیزگار، توبه‌کار، خداپرست، شب زنده‌دار، روزه‌دار، بیوه و باکره. یا ایها الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای مؤمنان، خود را و خانواده های خود را از آتشی که هیزم آن آدمیان و سنگ ها اند نگه دارید، آتشی که بر آن فرشتگان درشتخو و سختگیر مقررند. خدا را هرگز در چیزی که به ایشان امر کرده نافرمانی نمی کنند و هرچی را به آن مأمور شده اند انجام می دهند. یا ایها الذین كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ای کافران، امروز عذرخواهی نکنید، واقعا در برابر اعمال خود جزا داده می شوید. یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. ای مؤمنان، به سوی خدا توبه کنید، توبه خیرخواهانه با احساس پشیمانی، تا باشد که پروردگار شما از شما گناهان شما را بزداید و شما را به باغستان‌های جای دهد که از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند رسوا نمی کند. نور ایشان در پیش رویشان و به جانب راست ایشان میتابد، میگویند پروردگارا نور ما را برای ما کامل گردان و ما را بیامرز، واقعا که تو بر همه چیز توانایی. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر ایشان سخت بگیر و جایگاه ایشان دوزخ است. چی بد جای بازگشت است دوزخ.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خداوند برای کافران زن نوح و زن لوط را مثال زد. ایشان در قید نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، اما این دو زن در برابر شوهرانشان خیانت کردند. پس هیچ کدام از این دو پیامبر چیزی از عذاب خدا را از ایشان دفع کردن نتوانستند و به ایشان گفته شد با داخل شوندگان به آتش دوزخ داخل شوید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و خداوند برای مؤمنان زن فرعون را مثال زد هنگامی که گفت پروردگارا برای من نزد خود در بهشت خانه بساز و مرا از فرعون و عمل او نجات دی و مرا از قوم ظالم نجات دی. و مریم دختر عمران آنکه عورت خود را مسئول نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او سخنان پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و از فرمان برداران ما بود.